وحدت با صدای ناجی سهمویی و شمس‌الدین سرودی. شعر از عمر کمالی. مسلمان تا به کی ساز جدایی، به دور از حبل قرآن و خدایی، اسیر دست شیطان گشته دستند. چنین تا کی تو پابند هوایی، چنین تا کی تو پابند هوایی. مسلمان تا به کی ساز جدایی، به دور از حبل قرآن و خدایی، اسیر دست شیطان گشت دستت. چنین تا کی تو پابند هوایی، چنین تا کی تو پابند هوایی. مسلمانان ز یک آیین و کیشن، چرا پس جور و حقد و بی وفایی؟ مگر دین و کتاب و قبله یک نیست؟ چرا پس اختلاف و خودگرایی؟ چرا پس اختلاف و خودگرایی؟ محمد هم رسول عالمین است، چنین پس تابع شیطان چرایی؟ میان ما خلاف افکنده دشمن، ندارد دست یک دستی صدایی، ندارد دست یک دستی صدایی. تلف شد عمر در غفلت برادر، نمیخواهی به سوی حق بیایی. ندارد جز به وحدت هیچ قومی، ز دست دشمنش راه رهایی، ز دست دشمنش راه رهایی. مسلمان تا به کی ساز جدایی، به دور از حبل قرآن و خدایی، اسیر دست شیطان گشت دستت. چنین تا کی تو پابند هوایی، چنین تا کی تو پابند هوایی. هر نسل و نژاد و رنگ و شهری، عرب یا قوم فرس و آریایی، بیا سوی کلام پاک یزدان که دعوت میدهند بر یک صدایی، که دعوت میدهند بر یک صدایی. بیا تا بازگردد مسلمین را شکوه و عزت و فرمان روایی. بیا تا مسجد الاقصی نماند اسیر جور و ظلم و بینوایی، اسیر جور و ظلم و بینوایی. بیا تا در دیار پاک افغان، ز جنگ و خون نماند رد پایی. بیا تا زندگی از سر بگیری، به راه و رسم ناب مصطفایی، به راه و رسم ناب مصطفایی.